سوره ابراهیم آیت 54 یا بخوانم 57 فکر میکنم 54. سوره ابراهیم آیت 54 یا بخوانم 57 فکر میکنم 54. سوره ابراهیم آیت 54 یا بخوانم 57 فکر میکنم 54. سوره ابراهیم آیت 54 یا بخوانم 57 فکر میکنم 54. خب بینندگان عزیز و گرامی، این فرد میگه که سوره ابراهیم آیه 54 نه میگه آیه 57 نه فکر میکنم آیه 54. بابا جان اولا سوره ابراهیم 52 آیه داره، تو این 54 و 57 از کجا پیدا کردی؟ کل سوره ابراهیم 52 آیه هست. برو قرآن را ببین. خب من میگم که تو از طرف دیگران دیکته میشی، حرفم را قبول نمیکنی، میگی نه من دیکته نمیشم. من میگم که کاغذ میدن دست تو، کاغذها را میدن دست تو که تو بخوانی. بیچاره چرا آخه خودت را اجیر میکنی، نوکر میکنی برای دیگران؟ حرفای دیگران را میایی در محضر عام تو میگی، بگذار خودشان بیان بگن. سوره ابراهیم 52 آیه داره، باز بعد میگی آیه 54، باز بعد میگی نه آیه 57 نه فکر میکنم آیه 54. خب معلوم میشه که تو یک انسان بی سوادی هستی، از قرآن چیزی نمیفهمی، همون چیزی که نوشته نمیتونی درست بخوانی، همون نوشته که دست تو دادن نمیتونی درست بخوانی. بینندگان عزیز، شما را به خدا خودتان قضاوت کنید. همچون فردی که حتی سوره‌ای که 52 آیه داره میگه 54، یا بعد میگه نمیفهم والله فکر میکنم 57، باز میگه نه فکر میکنم 54. بابا جان سوره مبارکه ابراهیم 52 آیه داره، کل سوره 52 آیه هست، اما 2 آیه اضافی رو نمیفهمم از کجا کردی. مثل که یک بار دیگه هم برای تو یک کارخانگی داده بودم ولی متاسفانه کارخانگی تا حالا جواب ندادی. گفتی که صحیح بخاری 200,000 حدیث داره، در حالی که من گفتم صحیح بخاری عکس یعنی با تمام روایاتی که هست حساب بکنی از 10,000 بیشتر نمیشه. این 190,000 از کجا کردی؟ اینجا هم برای تو میگم که این 2 آیه یا قول دومت 5 آیه 57 بگین یا 54 بگین، این اضافه گیر از کجا کردی؟ از کجا آوردی؟ چرا دروغ میگی؟ حداقل همان چیزی که دست تو دادن درست بخوان، خودت و اونها را رسوا نکن.